منی برادرگوها رو السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. بیاین گو هم یک ضرور مسئله بلوچی دیگه یاد بگیریم یا به فدی چوکون یادی بده. بلوچ اگشید مالون جنو چوک ورند هیرت حسابش گومنه. معنی مشخصه. یک انسان مالا جمع کن وقتی از دنیا عرب از این مالا جز کنه بید، در حالی که افدی رندا این مالی بانوان ارث و فدی جنو چوک مرک کده و آشن که خرج کنه مالون جنو چوک ورند هیرت حسابش گومنه. یعنی من بعد از یکی از دنیا عرام باید این ماله حساب کتابو پس بدم. چه مواظب ببین، مراقب ببین که این مالا از راه حلال جمع بکنه و در مسیر درست خرج بکنه که الله سبحانه و تعالی از ما و شما راضی ببید. صفحه اینستاگرام آبکار جاسکی لایک کنید، حمایت کنید تا ضرب المثل بلوچی دیگه انشاءالله شما را به الله سبحانه و تعالی اسپارم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته.